میگه که ما راه خدا گم کردیم. هر کس هر گپ میزنه. دوست عزیزم راه خدا گم نکو. اون مولوی صاحبی که برای تو گفته که عقیده خدا محکم کنه که وهابی نشه، یک بار شما اعمال مولوی تو صاحب مسجد تو نبینه، امام مسجد تو نبینه، اگر اسقاط خورد، اگر دیده که روز تا بگه اولادای مردم درس نمیته، شب و روز دمو ختمای دست جمعی گیره است، شب و روز فقط می خیرات و اسقاط اینما گیره است، نه نماز پشش بخونه نه نگاهش بکنه در مسجدتون، او طرف نازیدش. نه حل شد گپ. خب خیریه که دور بنازی، خیلی گپ کی را بگیریم. خب مال برات نیم گپ کی را بگی. امی سوال علی رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در آخر زمان علم از بین میره، جهل زیاد میشه، ارج و مرج میخیزه. علی رضی الله عنه میگه یا رسول الله راه بیرون رفت از چیست؟ راه علاج از این با چیست که در تو راه مردم راه خدا پیدا کنن؟ میگه حالا من علاجش میگم، کتاب الله و سنت خدا، سنت رسول الله. راه بیرون رفتش کتاب الله و سنت رسول الله. و امروز شما میبینید همه امکانات وجود دارد، تمام تفاسیر ببینید به انواع مختلف و فارسی ترجمه شده، به زبان‌های مختلف ترجمه شده. احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و صحیح بخاری صحیح مسلم در تلفن است. تو چرا راه خدا گم میکنی؟ چرا به فتوای یک نفر میری؟ حالا علما به انواع مختلف شده، بعضیش دو سره هستند، یک میکوبن همورا میکوبن، حساب گم میکنی. بعضی علمای حقانی و ربانی هستند که جانای مبارک خدا فدا میکنن، اما آنچه که الله و رسول الله گفته او را بیان میکنن و از هیچ کسی هم نمیترسن، از هیچ کسی هم راز ندارن. فقط و فقط اونها چی را مد نظر دارن؟ آخرت خدا. اونها رضایت الله را در نظر دارن. برید دنبال از اونها بدوید. هر کدام میره، هر کسی را گیر کردید که رضایت الله را کار داشت، از کتاب الله و سنت رسول الله حرف میزنه، به دنبال از او برید، گمراه نمیشید. اینو من براتون میگم، هیچ راه گمک نشد. این دوست عزیزم اومده میگه ما راه خدا گم کردیم، یک گپ میزنه، یک دیگه گپ میزنه. هیچ راه خدا گم نکو. تو عقل داری، همونطور که در امورات دنیوی زحمت میکشی، تلاش میکنی، تلاش بکو، در امور دینت هم تلاش بکو. راه خدا گم کردیم. ما چرا راه گم کردی؟ اما هر عالمی را که میبینی که اسقاط خور است، در بدعت‌ها غرق است، در خرافات غرق است، پیر پرست است، در پای پیر مندازه خدا، شب و روزش فقط و فقط به خاطر شکم و معده‌اش زحمت میکشه، بر رضایت دولت و بر رضایت مردم کار میکنه. هر چی که از شکمش آمد فتوا میده، ترکش بکو، علاج بده، راه خدا پیدا میکنی. خب خیلی دنبال کی را بگیریم؟ گفتم براتون دنبال عالمی را بگیرید، دنبال مولوی صاحبی را بگیرید که فقط و فقط به خاطر الله سخن میگه، فقط و فقط از کتاب الله و سنت رسول الله سخن میگه، از هیچ کسی نمیترسه و هر لحظه مرگ در نظر داره و هر لحظه از الله طلب شهادت میکنه. به دنبال از اونو برید. راه پیدا شد، راه حل شد.